بعد چی گفت وای فرزندی کلونی نوسی برده تینج بوده؟ آها مردک ساز بوده. نبیره مکتب رفته؟ ای سنتبر میرفته. نغزه میگو مردک جان با چی ها؟ 2 روز پس دیرجدنی دارم. ای با خدا توی هم تولد کرده مادر. چی پدر کم میکنی مردک جان؟ های دلت چی میگه؟ میگو مردک جان این همی قبرستانی خدمون ایکو ایم جا جا نمیگیریم. ای خویستانی؟ جا؟ آها مایلش مردک جان چای گیره چه؟ ای به خدایی یک خوابی نقد دیست دادم آزیر. ای به خدایی تو وای کیرین ده فهمیدی؟ چیه مردک؟ همین کیرین دیوه یا نام چی وای؟ زاکر علی را؟ آها توبه کام خدا کیرین ده من خیلی میشوده ای؟ دیدی ویا؟ نه سلام نه علیک این موری خطیفه کیلین داری اینوی ما خدا دا شکر همش ای 1 کیلومتر میبینه که ای سلام علیکم السلام علیکم خیلی گرچنده روسیه دا باشدم خیلی گرچنده здравствуйте پاپا здравствуйте ماما گودم آخر داره که سلام و تربیه خمونه گرفته گر مردک جان اینه بارک الله تیم همین نوید ده همین خیلی بودی خیلی تربیه مرا گرفتی تیم خب این پیاله خالی را چای میگوی من در دیلم زدگی اخی یا چای بریز چای مردک جان لبه گوش کنه 3 روز پس زاد روز دارم چی تو فهمه کنه؟ بیستکو اکو بیستکو همین سال گذشته توفیق کردگی حالی استفاده نبردی با تو اینجا گپ میزنی اگر شما با تمام گوشه و کنار دنیا با مثل ما سفر کرده خواهید با واتساپ اپلیکیشن شاهنامه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باورینok است. بچه لتیننت برار همو بچه ها را یک درونی گزان برار میگم همه را جزیر کدن براشم اسماعیلوف رفیق سردار وضعیت تینج همه آرام وقتا منخشه آزاد همه آرام ایاخی؟ بله ایشام چون سهر نظارات کردیم همه تینج آفرین السلام علیکم و علیکم السلام اکا میرسه چی بگم تا نمی 2 روز شدم باغ تازه میکنم رم جای مردک خواه رگش نمیجنبه یک بار همراه میدیدین وضعیت تینج های گفتی کو؟ رفیق سردار آخه ایشام تو روز ما نظارات کردیم تینج بود یک جا خواه اونا بالا در رفیق میرسه کنه رفتی؟ بیا اونا رفیق میرسه اونا چی گپایی؟ این نوی جای خوش یافته یا؟ یه رفیق سردار اوما همه را هر روزه این پارک سر میکنم این جای خوش دیگه جاده بود جاش حلیش کرده همه را مسئله شما خودتون جدی تر بینه مسئله همه کی را شو بچه بردن در کار خیز ای بچه بخیز شو بچه میریم بخیز گفتم رفیق کماندی اگر من خیسته میتونستم خونه خودم میرفتم یه بچه بیا آی پیش بدرو آی بخواه دست مکندی یه دستت آی سرد مونه میخندن عروس دا اوجا تر نگاه داره 3 روز شید خونگشون رفتن باید پیش عروس دونه دلش بیایی مرا فهمید یا نه؟ ایت دیوانه چی کو تو مرد خود بدرو یا بار من بدرو؟ نخون باید پیش زنی تو بدرو وای مده یه هنگه میشه آی باید تو بدرو یا اخی میخندن ای بچه گره تاخید آی سرد بولا بیا پیش درو اخی من میدرو موزی چی میگم بایا چی میگی؟ میترسم ما یکم بار قطعی دختر گاو زدگی نیستم بخی نخو آدم بترسه باید دختره تو مرده که پیش باید بدروی دلشو بیاوی میدونی چی کن میکنی؟ پیش عروس میدروی پیش ینگه ایما باید که سخنهای خوب میگی اول سلامش میتی مهربونیش میکنی همون مهمش میدونی چی؟ همین دلشو میاوی مرا فهمیدی تو؟ دلشو میاوی؟ دلشو میاوی بچ هیچی نمیگه هیچی نمیگه پیش درو بیو خیلی درو
باش خطر همیشه در بس من همینجا میستم تو بدرو بیا یکی اوز تق پق بگوش بدرو فهمیدی؟ بدرو السلام علیکم السلام هایی یکم بار عروس خونه رو میبینم 37 داشیدم نو دیدم نو دو در خونه یک کس من هم سلام میدوده اینا عروسی با پای خدمه بوده که همه اومده برابر گام و غلطید مردک اگه دیگه ما یکی جو شیر میخیم سهری و چی میکنی؟ این همش خودت بودی؟ مایمو نه چی باید جورم گفت که دل شبیه و گفت اوه کفته استم که دکجو باشه دلیت دیدی من آنو میجدم ای خیالی من تو دل نداری ترام دل داشتی دا دیگه سازی تینجی خاله میاد سازه ای بچه تو فقط هم خالی کردم میتونی نه با چه خالی کردم میتونی؟ با اینی خیلیش هم میتونم ای دخترک تن نوز کردی بار خواهد نگاه که السلام علیکم و علیکت بر سلام واه این دختر خوشروگی بین اگر همی دختر مرا بگیره کو ای سرش نیم خیلی تیلو را میریزم کامیل جون اگر مرا بگیره ما یه ماشینی پیش بازار رو میگیرم شا با همین سرش تو پاچاشا اما خیلی تیلو رو میریزم برای همی دخترش خوشرو شما همی قه کار میکنه اگر دختر خوشرو مرا بگیره کو ای سر روش تیلو را میریزم یا ماشینی تچکا یا خانه 5 خانه ایم سنتر دشنبه میگیرم شا ای همین آخران گپ زدی کی بود؟ نمیدونم مخمو بخمو گپ زده سی